بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و عزیزانی که در جلسه حاضرن و دوستان و بزرگوارانی که انشالله در آینده صدای جلسه رو استماع خواهند کرد. خدا رو شکر میکنم دوباره توفیق دست داد برای اینکه دور هم جمع شیم و انشالله به مباحث قرآنی بپردازیم. ما در مباحث آدم علیه السلام عزیزان خیلی عمیق و دقیق شدیم. بعید میبینم که در مستندات بتونیم یه همچین عمقی رو پیدا کنیم. خدا این توفیق رو بهمون داده، انشالله بتونیم این مباحث رو مکتوب هم بکنیم و در اختیار علاقمندان قرار بدیم. نقش شما عزیزان در پرداخت کردن این مباحث یه نقش مهم و جدیه. خواهش میکنم که تا اونجایی که براتون مقدوره در طول هفته برای این مباحث وقت بذارید، فکر بکنید. اگر سوالاتی براتون مطرح میشه این سوالات رو ارسال کنید برای مسئول گروه و خلاصه فعال باشین در این مباحث. فعالیت شما انعکاس پیدا میکنه در پرداخت شدن هرچه بیشتر مباحث. تک تک سوالات و موضوعات و نکات جالبی که شما عزیزان مطرح میکنید میتونه منعکس بشه در آینده در مکتوباتی که حاصل این جلسات هست. ما در ایام ویژه‌ای به سر میبریم در این مقطع از زمان. شرایط جهان شرایط بروز آیات، باید از این آیات غفلت نکنیم، باید نهایت توجه رو به آیات داشته باشیم. توجه به آیات از درس‌های مهم ماجرای آدم علیه السلام هست که در گذشته اشاره‌هایی بهش داشتیم، در آینده هم اشاره‌های بیشتری بهش خواهیم داشت. اگر خاطرمون باشه همونجور که تو جلسه پیش یه مرور خیلی سریع داشتیم، البته به هر حال خاطرمون هست که روند سناریوی آدم علیه السلام به اینجا رسید که خداوند از او عهد گرفت، یا به عبارتی عهدی را بر دوش او قرار داد، موضوعی رو بر عهده او قرار داد و آدم علیه السلام توجه لازم رو نکرد، از این موضوع نسیان کرد و دچار مشکلات بعدی شد. ما اصلی ترین مباحثمون قبل از مبحث فعلی پرداختن به مفاد اون عهد بود. اشاره کردیم که اون مفاد موضوع ذکری هست، در مقوله ذکری وارد شدیم، مفصلا مباحثی رو خدمت شما عزیزان ارائه کردیم. گفتیم قبل از این که وارد موضوعات مربوط به الجنه بشیم، یعنی مباحثی که مربوط میشه به ورود آدم علیه السلام و حوا سلام الله علیها در بهشتی که به دست خود آدم علیه السلام برپا شد به عنوان یکی از مصادیق خلافت ایشون، قبل از اون مکالماتی که بین خداوند و ابلیس صورت گرفت در این راستا که چرا ابلیس سجده نکرد رو هم با هم دیگه مرور کنیم، به خصوص از منظر تمرین تدبر، چون این موضوع در 6 جای قرآن، در 7 جای قرآن اگر اشتباه نکنم در 7 سوره مطرح شده که ظاهرا در 6 سوره مکالماتی به صورت رفت و برگشتی صورت میگیره. ما میتونیم از این موضوع استفاده کنیم برای تمرین تدبر با همون مفهومی که در روش شناسی مباحثمون بهش اشاره کردیم، یعنی بتونیم مفاهیم مختلف موجود در صور مختلف رو یک به یک هر یک در پشت دیگری بچینیم و در نهایت سناریوی کامل رو به دست بیاریم. از این منظر یکی دو جلسه با هم دیگه صحبت کردیم. بعضی از دوستان فعالیت خوبی داشتن، بررسی های خوبی رو داشتن
و دیگه انشالله اگر خدا بخواد بتونیم مباحث رو جمع‌بندی کنیم. در جلسه پیش ما اشاره کردیم که به استناد آیات سوره اعراف ما با 2 هبوط و 2 اخراج برای ابلیس مواجه هستیم. ابلیس لعنت الله علیه یک هبوط ابتدایی داشته از ارتفاعات آسمان، چرا که او در زمره ملائک مقرب قرار گرفته بود به تبع عبادت‌های بسیار طولانی که داشت و مرحله به مرحله جایگاه او ارتقاء پیدا کرده بود. در بدو امر ارتقاء از زمره اجنه، از زمره مخلوقات دخانی به ملائک، به مجموعه ملائک در مرحله اول و سپس رشد و ارتقاء جدی در میان ملائک از پایین‌ترین درجات به درجات بالا که به استناد برخی از احادیث گفته میشه که جایگاه ابلیس تا آسمان 4 ارتقاء پیدا کرده بود. خب پس اولین هبوط که در سوره اعراف مطرح شد و آیاتشو با هم دیگه تلاوت کردیم، هبوط از ارتفاعات آسمان، یعنی از آسمان 4 بود به پایین‌های آسمان، یعنی آسمان اول. بعد از هبوط اول ابلیس دچار اخراج میشه به استناد همون آیات سوره اعراف که امروز دوباره با هم اونها رو مرور خواهیم کرد. این اخراج از کجا بوده؟ این اخراج از محدوده دسترسی ملائک بوده. یعنی چی؟ یعنی ابلیس رو ملائک از میان خودشون اخراجش کردن، بیرون انداختن. ابلیس دیگه به نقاطی از آسمان اول رفت که در اونجا ملکی نباشه، چون هر ملکی در هر نقطه آسمان اول بود او رو از خودش میراند و او مجبور بود از محدوده ملائک بگریزه و فرار کنه که این رو هم از روی آیات نشان خواهیم داد. اما اخراج دوم ابلیس از کجا به کجا بود؟ اخراج دوم ابلیس به دلیل طغیانی که نسبت به خداوند داشت، به دلیل رفتار بسیار ناشایستی که داشت و ادامه اون رفتار ناشایستش علی رغم این که خداوند شرایط رو برای چندمین بار برای او فراهم کرد که توبه کنه، بازگشت کنه و رفتار خودش رو اصلاح کنه، اما ابلیس مجدداً طغیان کرد، مجدداً رفتار ناشایست نشان داد و به همین دلیل خداوند او را حتی از زمره ملائک هم اخراجش کرد. در همون جایگاهی که بود دیگه اساساً نمیتونست بگه که من در میان ملائک هستم، از ملائک هستم و از امکانات و شرایط ملائک بی بهره شد و بالاخره هبوط دوم ابلیس از آسمان اول بود به فضای دخان. بنابراین اگر این نقشه رو تو ذهنمون داشته باشیم وارد آیات که میشیم میتونیم با روشنی بیشتری بهره برداری لازم رو از آیات انشالله داشته باشیم. اما قبل از اینکه مجدداً وارد اون جدول بشیم و از روی جدول بحث تدبری خودمون رو پیش ببریم، به نظر رسید که اگه بتونیم این نکات اساسی رو در این مکالمات بهش توجه کنیم خوبه. نکته اول مفهوم هبوط و اخراجه. ببینید ما در مورد مفهوم هبوط انشالله در روند هبوط آدم علیه السلام از الجنه اشاره هایی خواهیم داشت. موضوع خیلی پیچیده‌ای هم نیست، اما توجه بهش خیلی مهمه. در بدو امر ممکنه ما تصور کنیم که هبوط
افتادن از یه ارتفاعی به پایین تره. واقعش اینه که ظاهر کلام میتونه یه همچین مفهومی رو متبادر کنه، اما در حبوط‌های ابلیس لعنت الله علیه و آدم علیه السلام همیشه این اتفاق نیفتاده. یعنی همیشه اینطور نبوده که تغییر موقعیت مکانی داشته باشیم. بله، بنابراین حبوط لزوماً به معنای تغییر موقعیت مکانی از یه جای بالاتری به یه جای پایینتری افتادن نیست. خب اگر این نباشه پس حبوط به چه معناست؟ ببینید، حبوط در اصل به معنای تغییر قوانین حاکم بر فضایی که اون شیء یا اون فرد در اونجا حاضره، که این میتونه لزوماً همراه با تغییر مکانی نباشه. ببینید، برای اینکه بیشتر بفهمیم این مفهوم رو، برگردیم دوباره به فضای احسن تقویم، همون موقعیتی که آدم علیه السلام در اون موقعیت خلق شد. اگه خاطرمون باشه اشاره شد که فضای احسن تقویم فضاییه که چند عالم در درون همدیگه هستن، از همدیگه جدا نشدن. شرایط رتق عوالمه، نه فتق عوالم، به استناد یکی از آیات قرآن. در شرایط در هم بودن عوالم موقعیتی پیش میاد که تعداد بسیار زیادی اشیاء از عوالم مختلف حاضرن و اگر فردی در این موقعیت حاضر باشه میتونه اشیاء و موجودات مختلف از عوالم مختلف رو همزمان ببینه. اشاره شده بود که فضای بسیار شلوغیه. در موقعیت احسن تقویم آسمان ها درون هم بودن، توی هم بودن. پس ما اگر اشاره میکنیم که ابلیس لعنت الله علیه از آسمان چهارم به آسمان اول حبوط کرد، وقتی آسمان ها در درون هم دیگه باشن عملا تغییر موقعیت مکانی و جغرافیایی واقع نمیشه. پس چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که قبل از حبوط قوانین حاکم بر ابلیس قوانین آسمان چهارم بوده. خب آسمان چهارم لطافت خیلی خیلی بیشتری نسبت به آسمان اول داره، بنابراین قوانینش کاملا متفاوت با آسمان اوله. میزان نور، شرایط حاکم، میزان نعمات، همه اینها کاملا متفاوت با آسمان اوله. وقتی ابلیس لعنت الله علیه حبوط میکنه، به ناگاه متوجه میشه تا اون رفتار ناشایست رو در پیشگاه خداوند انجام میده و خداوند امر به حبوط میفرما، ابلیس ناگهان متوجه میشه که دیگه فضای حاکم بر او عوض شد، تغییر مکانی نداشته، شرایطش اینجور نبوده که از آسمان چهارم پرتاب بشه به آسمان اول. همون جایی که حضور داشته از نظر مکانی همون جاست، اما عملاً همه محیطش تغییر میکنه. نعمات محیط، نور محیط، قوانین حاکم بر محیط، همه اینها تغییر میکنه. دیگه چه اتفاقی میفته؟ باز به تبع همین تغییر قوانین عملاً ابلیس دیگه دسترسی به جنسیت‌های عمیق‌تر آسمان، جنسیت‌های مربوط به بطن‌های دوم تا هفتم آسمان. چرا میگیم بطن‌ها؟ چرا میگیم عمیق‌تر؟ به دلیل اینکه آسمان‌ها در درون هم بودن در اون موقعیت احسن تقویم. وقتی آسمان‌ها در فتق عوالم از همدیگه جدا میشن و به صورت طباقا طبقه بر روی هم قرار میگیرن، دیگه نیازی نیست بگیم که بطن یه آسمان یا اعماق، میتونیم بگیم طبقه بالایی، آسمان طبقه بالاتر، آسمان
بالایی. اما اینجا چون آسمان ها در درون هم بودن، باید بگیم که ابلیس لعنت الله علیه امکان دسترسی خودش به جنسیت آسمان های دوم تا هفتم رو از دست میده. دیگه نمیتونه اونجا رو ببینه، نمیتونه با اشیاء و شرایط اون آسمان ها تعامل کنه، دست و پنجه نرم کنه. اساساً دیگه از اون موقعیت ها کاملا محروم میشه و در موقعیت آسمان اول قرار میگیره. خب در موقعیت آسمان اول هم ملائک حضور دارن، بنابراین ابلیس با هبوط اول همچنان در میان ملائکه، همچنان به عنوان یه ملک شمرده میشه، در نظر گرفته میشه، اما به عنوان یه ملک آسمان اولی. اخراج عزیزان به چه معناست؟ تو همون اسلاید قبل اگه بخوایم صحبت بکنیم، اخراج به این معناست که در همون جنسیت، در همون ارتفاع، در همون سطحی که هست، از یه مکانی به یه مکان دیگه برده میشه، رانده میشه. بنابراین ما در اخراج حتما تغییر موقعیت مکانی داریم، اما در هبوط لزوما تغییر موقعیت مکانی نداریم. هبوط عملا یه مفهومه که اصلی ترین کلید واژه‌ای که میتونه اونو تعریف کنه تغییر قوانین. عزیزان اینو به خاطر داشته باشیم، تغییر قوانین یا تغییر جنسیت، که خب تغییر قوانین به تبع تغییر جنسیت اتفاق میفته، اما اخراج تغییر مکانیه در همون جنسیت، در همون قوانین حاکم، در همون سطح و ارتفاع. خب این از مفهوم اخراج. بعد از هبوط اول که اشاره کردیم ابلیس از موقعیت آسمان چهارم به موقعیت آسمان اول هبوط میکنه بدون اینکه از نظر مکانی تغییری داشته باشه، اخراج اول واقع میشه. اما یه نکته‌ای ممکنه که اشکال گرفته بشه به ما، که بالاخره اندازه آسمان‌های هفتگانه، برگشتن به همون بحث هبوط اول عزیزان، موقعیت در حقیقت آسمان‌های هفتگانه و اندازه اونها نسبت به هم متفاوته. بالاخره آسمان‌های بالاتر اندازه بزرگتری دارن، بنابراین وقتی آسمان‌ها در درون هم دیگه قرار میگیرن، ما با ارتفاعاتی مواجه هستیم. مثلا در مورد آسمان هفتم که از همه آسمان‌ها بزرگتره، ارتفاعاتی وجود داره در آسمان هفتم که در اون ارتفاعات دیگه هیچ کدوم از آسمان‌های دیگه حضور ندارن، وجود ندارن، علی رغم اینکه آسمان‌های دیگه در درون آسمان هفتم هستن، ولی چون اندازشون از آسمان هفتم کوچکتره، در ارتفاعاتی از آسمان هفتم دیگه اون آسمان‌ها حضور ندارن. بنابراین اگه بخوایم اون بحث هبوط رو با اون تعریف عدم تغییر موقعیت مکانی توضیح بدیم، اگه بخوایم دقیق تر صحبت بکنیم، باید بگیم در حقیقت حداقل تغییرات مکانی اتفاق میفته. یعنی ممکنه ابلیس وقتی در آسمان چهارم بوده، در اون بالاهای آسمان چهارم بوده، وقتی وارد آسمان اول میشه بالاخره با یه تغییر موقعیت مکانی مواجه میشه، چون بخشی از آسمان اول با آسمان چهارم همپوشانی داره و ابلیس دیگه وقتی در آسمان اول قرار گرفت، دیگه عدم امکان حرکت به ارتفاعاتی که مربوط به آسمان‌های دوم تا هفتم هست رو هم داره. امیدوارم تونسته باشم اون مفهوم مورد نظر رو توضیح بدم. حالا اگر دوستان اشکال داشتن سوال کنن، توضیحات بیشتر میدم، یا اگه شکلی باشه به سادگی میشه موضوع رو توضیح داد. اخراج رو هم مفهومش رو ارائه کردیم. بریم به مقوله اخراج اول بپردازیم. اخراج اول با این عبارات واقع شد. خداوند فرمود فخرج منها
فانک رجیم. رجیم یعنی چی؟ رجیم یعنی رانده شده. ابلیس چجوری رانده شد؟ ابلیسی که خیلی ملعونه، خیلی طاغیه، در پیشگاه خداوند گردنکشی کرده. خب یه همچین فردی رو با یه همچین شخصیتی چجوری میشه راند از موقعیتی که هست؟ طبیعتاً ملائک با اشیایی به سمت او حمله ور میشن و اشیایی رو به سمت او پرتاب میکنن، خودشون به سمت او حمله ور میشن. بنابراین ابلیس راهی نداشت جز این که از این موقعیت پا به فرار بگذاره، فرار رو به عبارتی به قرار ترجیح بده. به حسب رجیم بودن باید از اونجایی که بوده به اطراف و اکناف، به یه گوش و کناری که ملائک در اونجا حضور ندارن فرار کنه. به هر ترتیب با رجیم شدن ابلیس دیگه حق نداشت در حریم ملائک حضور پیدا کنه. هر جا که ملکی حضور داشت که بتونه او رو رجمش کنه، او رو بزنه، ابلیس دیگه تو اون موقعیت نمیتونست قرار بگیره. ما در مناسک حج با رجم شیطان مواجه هستیم. یکی از مناسکی که در رفتارهای حج وجود داره، در اون عبادات مربوط به حج، رجم شیطان. در اونجا شیطان با سنگ زده میشه، نماد شیطان با سنگ زده میشه. همین مفهوم رو تصور بکنیم که در اخراج اول ابلیس براش اتفاق میفته. اما ابلیس باز هم ادامه میده، از موقعیت ملائک اخراج میشه ولی باز هم رفتار ناشایست خودش رو ادامه میده، تغییر رفتار نمیده، توبه نمیکنه، با اینکه خداوند داره دائما برای اون موقعیت بازگشت فراهم میکنه، ولی ابلیس همچنان ادامه میده. و نظام خداوندی بر اتمام حجته. خداوند اجازه میده که افراد رفتارهای مربوطه رو نشان بدن تا زمانی که حجت بر اونها تموم بشه. به گونه‌ای که خود فرد وقتی در قیامت قرار میگیره، اگر بر فرض از او سوال بشه که آیا حجت بر تو تمام نشد، او بگه که بله حجت بر من تمام شد، هیچ جایگاهی برای گله‌مندی برای من وجود نداره. ماجرای ابلیس هم به همین ترتیب بود. دائما ابلیس رفتار انجام میداد، بعد خداوند عکس العمل نشون میداد. همین موضوع رو ما در قبال دیگران هم از جانب خداوند مشاهده میکنیم. تا صبح ظهور همین رفتارها هست. ما در یکی از آیات قرآن، فکر کنم در سوره اسراء باشه، خداوند میفرماد ان عدتم عدنا. در قبال بنی اسرائیل خداوند این کلام رو میفرمان که در مقطع اخیر با رفتارهای ناشایستشون مواجه هستیم و اینها طلیعه برای از بین رفتن دشمنان یهود، دشمنان یهودی، صهیونیست ها. خداوند داره آیات خودشو پی در پی به ما نشون میده. در قسمت اول شرایطی که در غزه پیش آمد و باعث شد هیمنه ابلیس، هیمنه ایادی ابلیس، ایادی صهیونیست و یهودی ابلیس شکسته بشه در تمام دنیا، در پیشگاه پاکدینتان. هیمنه تمام حامیان ابلیس در دنیا شکسته بشه، آبرو و عزت اونها خورد بشه. و در قدم بعدی ماجرا همچنان ادامه داره با این هیجانات و شلوغی هایی که دانشجویان در دانشگاه های تمام کشورهای غربی
به راه انداختن، ماجرا داره ادامه پیدا میکنه و الحمدلله روز به روز، لحظه به لحظه خداوند داره آیات خودشو در راستای از بین بردن این ملعونین به ما نشون میده. الحمدلله. اما از این نکات که عبور بکنیم، ادامه ماجرا رو من میخوام در همون آیات با هم دیگه ببینیم. من یه تغییرات کوچیکی توی این جدول ایجاد کردم برای اینکه موضوع شفافتر بشه. توی این جدول ملاحظه میکنید که ما یه مقدمات داریم که این مقدمات مربوط میشه به این که مثلا خداوند فرمودن من شماها رو خلقتون کردم، تصویرگریتون کردم، سپس به ملائک فرمان دادم که بر آدم علیه السلام سجده کنن. اغلبش مربوط میشه به فرمان سجده به ملائک و به طور کلی رفتاری که ابلیس از خودش نشون داد. بعد مکالمه اول رو داریم. کل مکالمه اول با یه رنگ متفاوتی نشون داده شده در سوره های مختلف. ملاحظه میکنید 6 سوره آیات مربوط به این قسمتش در ستون های مجزا آورده شده، از سوره بقره، اعراف، حجر، اسراء تا سوره های صاد و طه. و هر مکالمه در سوره های مختلف دنبال شده با همون نگاه تدبری و با یه رنگ متفاوتی اینجا نشون داده شده. 4 مکالمه رو داریم که دفعه پیشم بهشون اشاره کردیم که سوره اعراف کاملترین روند رو خداوند مطرح فرموده. در سوره اعراف یه بار دیگه بعضی از آیاتش رو خیلی سریع با هم دیگه مرور میکنیم. در ابتدا خب خداوند فرمود که من شما رو خلق و تصویرگری کردم، بعد به ملائک گفتم که بر آدم علیه السلام سجده کنن، همه سجده کردن جز ابلیس که از سجده کنندگان قرار نگرفت. در مکالمه اول تو این سوره، تو سوره اعراف در ستون سوم ملاحظه میکنید که خداوند از او سوال میکنه چه چیز من کرد تو رو از این که به امر سجده من در حقیقت اطاعت کنی، فرمانبری کنی. او گفت من از آدم علیه السلام بهترم، انا خیر من خلقتنی من نار، من رو از آتش خلق کردی و او رو از تین خلق کردی. خب فرمان حبوط اول اینجا صادر میشه، قال فاهبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیها. در ادامه در مکالمه دوم که حالا به استناد صور دیگه میگیم چرا ما به این میگیم مکالمه دوم، چون در سوره اعراف بلافاصله بعد از فاهبط خداوند مطرح فرموده فخرج. بنابراین ممکنه که اگر فقط بخوایم در سوره اعراف بررسی کنیم شما بفرمایید که نه، چرا مکالمه دومی صورت نگرفته؟ خداوند بلافاصله بعد از فاهبط فرموده فخرج. اما وقتی وارد سوره های دیگه میشیم این سناریوهای لحظه به لحظه به تدریج کاملتر میشه و جاهای خالیش پر میشه و ما متوجه میشیم که بله مکالمه دومی صورت گرفته. خداوند در این عبارت میفرماد فخرج انک من الصاغرین. این اخراج اول ابلیس بعد از حبوط اول او که در مکالمه دوم رخ میده. توجه کردید که اشاره کردیم اینجا خداوند فقط به تصغیر ابلیس توجه نمیده. خداوند میفرماد فخرج در همین مکالمه، فخرج منها فانک رجیم در سوره حجر و دقیقاً همین عبارت در سوره صاد هم تکرار شده، فخرج منها فانک رجیم. یعنی ابلیس در این اخراج همون شرایطی که عرض کردیم، ملائک به او حمله ور میشن، اشیایی رو به او پرتاب میکنن و او رو از میان خودشون فراری میدن، ابلیس کوچک میشه.
تحقیر میشه، تسخیر میشه و در این حال فراری میشه. در ادامه در مکالمه سوم ابلیس از خداوند مهلت میخواد. ابلیس میگه انظرنی الی یوم یبعثون و خداوند به او مهلت میده انک من المنظرین و بلا فاصله بعد از اینکه خداوند به او مهلت میده دوباره شروع میکنه به سرکشی. میگه فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. این اغوایی که ابلیس میگه یه بحث داره، ماجرا داره، توضیح خواهیم داد. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. من از چپ و راست و جلو و عقب به سمت اونها میام برای اینکه تو اونها رو شاکر نیابی. من بر مسیر مستقیم اونها، بر صراط مستقیم اونها قرار میگیرم و سعی میکنم اونها رو از صراط مستقیم دور کنم، خارج کنم. در ادامه در همین مکالمه که ابلیس از خداوند مهلت میخواد و خداوند به او مهلت میده و او دوباره سرکشی میکنه، به تبع سرکشی که انجام میده اخراج دوم واقع میشه. که این اخراج دوم چه اخراجیه؟ این اخراج دوم، ببینید اخراج موضوع همونجور که اشاره شد، در اخراج تغییر سطح، تغییر ارتفاع واقع نمیشه. ابلیس همچنان در همون ارتفاعی که بوده، همچنان هم به عنوان ملک تلقی میشد تا قبل از اخراج دوم. فقط ملائک او رو به واسطه رفتاری که کرده بود راندن از خودشون. اما در اخراج دوم ابلیس از زمره ملائک خارج میشه. بنابراین در اینجا، در این موقعیت، ابلیس در آسمان اول همچنان، چون از آسمان چهارم به آسمان اول هبوط کرده بود، در مرتبه اول اخراج ملائک او رو از میان خودشون خارج کردن و در مرحله دوم اخراج، در اخراج دوم، او اساساً از زمره ملائک خارج شد. ادامه ماجرا چه اتفاقی میفته؟ باز بعد از این اخراج خداوند نکاتی رو مطرح میکنه، چون ابلیس بعد از این اخراج از زمره ملائک خارج شده. خداوند در مورد کسانی که از اون تبعیت کنن نکاتی رو، گوشزدهایی رو مطرح میکنه که همه اینها عبرتهایی برای بشر در طول تاریخ از جمله امروز. در مکالمه چهارم ابلیس از آسمان اول به فضای دخان سقوط داده میشه، یعنی دوباره شرایطش وارد شرایط دخان میشه. او در ابتدا از دخان شروع کرده بود، از موقعیت اجنه و شیاطین آغاز کرده بود. به سبب رفتار شایسته‌ای که نشون داده بود خداوند او رو ارتفاع داده بود. توی این ماجرا عبرت‌های ویژه‌ای هست عزیزان. ببینید خداوند انقدر کریمه، انقدر رحیمه که فرد حتی جن اگر باشه او رو تبدیل به ملک میکنه و البته برعکس. و مسیر برعکس رو خداوند خیلی با طمأنینه مرحله به مرحله به پیش میبره. خیلی خداوند سخته براش که فردی رو از اون موقعیت‌های خوبی که هست به موقعیت‌های بدتر منتقل بکنه. دائما سعی میکنه شرایطی رو فراهم کنه که فرد دوباره بازگشت کنه، که البته این اتفاق برای ابلیس نیفتاد. به هر حال در مکالمه چهارم خداوند میفرماد قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. ببینید این هبوط ابلیس همراه با هبوط آدم علیه السلام و حوا سلام الله علیه اتفاق افتاد و همگی رو خداوند هبوط داد به درجات پایین‌تر که حالا اون بحث‌های آدم و حوا رو در آینده
صحبت میکنیم. اما در مورد ابلیس، هبوط ابلیس از آسمان اول بود به دخان. بنابراین توی یه چند جمله خلاصه اگه بخوایم بگیم، هبوط اول از آسمان چهارم به آسمان اول، اخراج اول، اخراج از میان ملائک به دور از ملائک به صورت رانده شده، اخراج دوم اساساً اخراج از جنسیت ملکی به جنسیت شیطانی، و هبوط آخر یا هبوط دوم، هبوط از موقعیت آسمان اول به موقعیت دخان. اینها رو ما تو سوره اعراف عزیزان چند بار با هم دیگه مرور کردیم. من در ادامه زمانی که داریم فقط میخوام باز از همون نگاه تدبری بعضی از نمونه‌های سوره‌های دیگر رو که متناظر هستن با همین بحث‌های سوره اعراف خدمتتون نشون بدم که شما عزیزان متوجه بشید چرا ما اینها رو متناظر با هم دیگه قرار دادیم، چه شواهد و قرائنی وجود داشت در آیات دیگه که به ما میگفت اینها هم عرض هم دیگه هستن، و بعد بعضی از قسمت‌هاشو سناریو رو با هم تکمیل کنیم که متوجه بشیم اون تدبره چگونه است. ببینید تو مقدمات خب یه ذره موضوع بحث داره. ما در سوره بقره مثلا داریم و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابی واستکبر و کان من الکافرین. تو سوره اعراف قبلا تلاوت کردیم. سوره هجر خداوند میفرماد که و اذ قال ربک للملائکة انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. خداوند چی داره میفرماد؟ خداوند داره میفرماد من میخوام بشری رو از صلصال من حمأ مسنون خلق کنم. وقتی چنین و چنان خلقش کردم بر او سجده کنید. و در سوره صاد خداوند همین عبارات رو داره، ولی به جای صلصال من حمأ مسنون میفرماد تین، من میخوام بشری رو از تین خلق کنم. پس ببینید همین جا تو مقدمات جایگاه تدبر وجود داره. یعنی ما میتونیم این عبارتها رو بر اساس قرائن و شواهد یکی در پشت دیگری بچینیم. مثلا چگونه؟ ببینید در میان این عبارتها اونجایی که خداوند میفرماد انی خالق بشرا من طین، به اعتقاد بنده اولین موقعیتیه که خداوند داره در مورد خلقت آدم علیه السلام، خلقت این خلیفه با ملائک صحبت میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه طین برترین جنسیت از جنسیت هایی که خداوند از اونها آدم علیه السلام رو خلق کرد. خداوند همیشه شأن و شؤونات رو در نظر میگیره. بنابراین اولین جایی که خداوند میخواد بفرماد من میخوام بشری رو خلق کنم مربوط میشه به آیه سوره صاد، آیه 71 سوره صاد. توجه کنیم اینجا هنوز آدم علیه السلام خلق نشده. هزاران، چه بسا هزاران سال قبل از خلقت آدم علیه السلام خداوند داره ملائک رو آماده میکنه برای این شرایط، به دلیلی که ملائک باید جایگاه توحیدی خودشون رو بعد از خلقت آدم علیه السلام تغییر میدادن، ارتقا میدادن، و خداوند هیچ وقت بدون ذکر مقدمات، بدون آماده کردن افعال خودش رو انجام نمیده. چکشی و ناگهانی و خیلی دفعی خداوند رفتار نمیکنه. از هزاران سال قبل خداوند داره آماده سازی ها رو انجام میده. بنابراین اولین جا اینجاست که میگه انی خالق بشرا من طین در آیه 71 سوره صاد. دومین جا کجاست؟ سوره هجر. خداوند از یه جنسیت دیگه‌ای از آدم علیه السلام صحبت به میون میاره، میفرماد انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. چه بسا چند صد سال بعد از اون که اون هشدارباش اولیه رو خداوند مطرح فرمود دوباره با این عبارات صحبت میکنه. و عبارات سوره های دیگه مربوطه به چه موقعیتیه؟ عبارات صور دیگه
مربوط به نزدیک شدن به خلقت یا حتی بعد از خلقته. خداوند مثلا در سوره اعراف میفرماد ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. اینجا دیگه آدم علیه السلام خلق شده. یا در سوره اسراء خداوند میفرماد و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. اینجا دیگه فرمان مستقیمه، دیگه نمیگه وقتی چنین و چنان خلقش کردم بر او سجده کنید، مستقیم میفرماد بر او سجده کنید. پس ببینید همین مقدمات قابلیت تدبر داره و ما میتونیم دقیقاً با جزئیات خیلی زیاد اینها رو یک به یک در پشت هم دیگه بچینیم. اما پاسخ ابلیس خب این بود که ابلیس سجده نکرد و در یک کلام که در سوره اسراء مطرح شده، در اولین بازخورد ابلیس، در اولین پاسخ ابلیس لعنت الله علیه میگه اسجد لمن خلقت تینا، آیا بر کسی که از تین خلق کردی سجده کنم؟ بعد از اینکه سجده نمیکنه یه همچین عبارتی رو مطرح که ما دیگه این تک عبارت رو در مکالمه ها وارد نکردیم. مکالمه اول رو بعد از این عبارتی که ابلیس مطرح میکنه در نظر گرفتیم. اما در مکالمه اول در سوره اعراف ملاحظه فرمودید، اشاره کردیم که خداوند میفرماد ما منعک الا تسجد اذ امرتک. خب متناظرش رو ما در سوره های دیگه پیدا نمی کنیم جز سوره صاد. سوره صاد ببینیم چجوری خداوند مطرح فرموده، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد. ببینید تا ما منعک الا تسجد، اینجا میفرماد ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. خب ببینید عزیزان، ما میتونیم این دوتا عبارت رو به هم اضافه کنیم و کاملترین صحبت خداوند رو در اون قسمت از صحبتش به دست بیاریم. چرا خداوند خب همون عبارات رو در سوره اعراف هم ادامه ندادن؟ به دلیل اینکه واژه به واژه کلام خداوند در هر سوره حکمت‌های مربوط به ساختار اون سوره، مربوط به منظور اون سوره رو داره. خداوند هیچ واژه‌ای رو اضافه مطرح نمی‌کنه، اما ماجرا رو تکمیل میکنه اونقدری که ضرورت داره، ولی در سوره‌های دیگه که ساختار متفاوتی دارن و منظور متفاوتی دارن. بریم قسمت بعد. پاسخ ابلیس در کجاها مطرح شده؟ در سوره اعراف و باز سوره صاد. ابلیس میگه انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. در سوره صاد هم دقیقاً همین عبارت مطرح میشه، انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. ببینید با این قرائنه که ما میتونیم اینها رو متناظر با هم دیگه بچینیم. در ادامه در سوره اعراف حبوط اول مطرح میشه که در هیچ کدوم از اون 5 سوره دیگه مطرح نشده. در مکالمه دوم چه اتفاقی میفته؟ در مکالمه دوم ما در سوره هجر قسمت‌هایی رو داریم که اینها دیگه در سوره اعراف با اینکه کاملترین سناریو هست آورده نشده. در سوره هجر گفته میشه به ابلیس دوباره یا ابلیس مالک الا تکون مع الساجدین. ابلیس میگه لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. توجه کنید در مقدمات تو همین سوره خداوند مقوله خلقت بشر از صلصال من حمأ مسنون رو مطرح کرده بود. بنابراین تو یه موقعیت دیگه که بعد از حبوط اوله گفته میشه برای چی سجده نکردی ابلیس؟ او میگه به فردی که از صلصال من حمأ مسنون خلق کردی من سجده نمی کنم. پاسخ چیه؟ اخراج اول که در سوره اعراف مطرح شده بود، مشابهش در سوره هجر و سوره صاد هم مطرح شده. فخرج منها فانک
رجیم. ببینید اینجا خداوند میفرماد فخرج منها، یعنی از یه موقعیتی، از یه جایی. این موقعیت حضور ملائک بوده. فخرج منها فانک رجیم. و میبینیم که آیاتی که در سوره هجر و سوره صاد اومده دقیقاً مشابه همدیگه است. پاسخ خداوند در ادامه بعد از اینکه ادامه کلام خداوند بعد از این فخرج اینه که و ان علیک لعنت الی یوم الدین، که این موضوع باز در سوره هجر و صاد اومده و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. ببینید تقریبا این دوتا عبارت مثل همدیگه هستن و هر دوشون بعد از فرمان اخراج مطرح شدن. همین اتفاق در مکالمه سوم قابل بررسیه. در مکالمه سوم ابلیس از خداوند مهلت میخواد، انظرنی الی یوم یبعثون، که این مهلت خواستن هم در سوره اعراف هم در سوره هجر با عبارات تقریبا مشابهی اومده. اینجا خداوند میفرماد انظرنی الی یوم یبعثون، در سوره هجر ابلیس میگه رب فانظرنی الی یوم یبعثون، و در سوره صاد میگه فانظرنی، دقیقا همون عبارت، فانظرنی الی یوم یبعثون. پس این مکالمه دیگریه که خداوند در این مکالمه پاسخ میده انک من المنظرین، خداوند به او مهلت میده. اما در سوره هجر این مهلت دادن رو خداوند عبارتش رو تکمیل میکنه، فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. توجه کنید، ابلیس مهلت میخواد تا یوم یبعثون، منظورش قیامت بوده. خداوند به او تا الی یوم الوقت المعلوم مهلت میده، تا یوم یبعثون مهلت نمیده. و همین عبارت در سوره صاد هم اومده قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. بعد از این مهلت دادن ببینید ابلیس چه رفتاری میکنه. دوباره شروع میکنه به سرکشی. قال فبما اغویتنی. چرا اغویتنی؟ چرا ابلیس میگه منو اغوا کردی؟ به خاطر اینکه او زمان خواسته بود تا یوم یبعثون، ولی خداوند به او زمان میده، میگه تو از منظرین هستی اما الی یوم الوقت المعلوم. او میگه فبما اغویتنی، من چنین و چنان میکنم که در آیات آمده. یه موضوع دیگه هم در سوره اسراء اومده که احتمالاً خب چون یه قدری متفاوته با اون سه سوره دیگه، احتمالاً مربوط میشه به مقطع بعدیش. حالا این نیاز به بررسی دقیق تری داره، انشالله انجام شد خدمتون ارائه خواهم داد. و بعد بالاخره میرسیم به اخراج دوم که در سوره اعراف مطرح شده. اخراج دوم در هیچ سوره دیگه‌ای بهش اشاره نشده. مقوله مستقیم شدن صراط در سوره هجر اومده. مقوله این که ابلیس بر عباد سلطان نداره در 2 تا از سوره ها مطرح شده بعد از این قصه. بعد قسم خداوند بر حق که جهنم رو از کسانی که از ابلیس تبعیت میکنن پر میکنه، این باز در 4 سوره متناظر با هم دیگه مطرح شده. بعد توضیحات تکمیلی بعد از اون که بر کسانی که از ابلیس تبعیت کنن خداوند میگه اگر این جلسه ما تونستیم اون نگاه تدبری رو که مورد نظر بود با استفاده از این 6 سوره با طرح عبارات متناظر در سوره های مختلف مطرح کنیم و عملاً سناریوی مکالمات خداوند با ابلیس لعنت الله علیه در این جدول به طور کامل و دقیق مطرح شده. من این جدول رو خدمتون ارسال میکنم. پیشنهاد میکنم این جدول رو به دقت بررسی کنیم، جنبه‌های مختلفش رو ببینیم. لذت زیادی داره این رفتار تدبری. وقتی کشف میکنیم ارتباطات رو، کلام خود، چگونگی کلام خداوند رو در سوره های مختلف، خیلی خیلی لذت بخشه. خب الحمدلله امروز
جلسه‌مون رو تونستیم تقریباً به موقع به اتمام برسونیم. بیش از این اطاله نمی‌کنم. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم و خواهش می‌کنم که با یک صلوات جلسه رو ختم کنیم. ختم کن.